تا حالا دقت کردید بعضی روزا چقدر خوب پیش میره؟ انگار همه چیز دست به دست هم میده که حالت عالی باشه. ولی یه روزایی هم هست که از همون صبح یه چیزی تو ذوقت میزنه و تا شب پشت هم اتفاقات ناخوشایند برات میفته. حالا اگه بهت بگم که یه راه وجود داره که بتونی بیشتر اون روزای خوب رو تجربه کنی، چی؟ نه، این جادو نیست، ولی یه جور معجزه است. معجزه شکرگزاری. سلام به همه شما همراهان عزیز. من عباس مرزبان هستم و اینجا در پادکست معجزه شکرگزاری قراره با همدیگه یه راز بزرگ رو کشف کنیم. رازی که اگه بدونی و بهش عمل کنی میتونی مسیر زندگیت رو برای همیشه تغییر بدی. راندا برن توی این کتاب میگه که تمام بزرگای تاریخ یه چیز مشترک داشتن. اونا شکرگزاری رو توی زندگیشون جدی میگرفتن. از فیلسوفای قدیمی گرفته تا آدمهای موفق امروزی همه به یه حقیقت رسیدن: قدردانی اتفاقات خوب رو به سمت زندگی ما جذب میکنه. ببین، اینجوری نیست که بگی خب منم وقتی یه چیز خوب تو زندگیم اتفاق میفته خوشحال میشم و قدردانم. موضوع اینه که باید قبل از اینکه چیزی داشته باشی حس قدردانی رو درونت ایجاد کنی. یعنی چی؟ یعنی اینکه به جای تمرکز روی چیزایی که نداری، برای چیزایی که داری قدردان باشی. شکرگزاری مثل یه آهنربا عمل میکنه. هرچی بیشتر قدردان داشتهات باشی، دنیا هم بیشتر از همونا رو بهت میده. دقیقاً مثل این میمونه که وقتی کسی رو به خونت دعوت میکنی و با روی خوش ازش پذیرایی میکنی، اونم دوست داره دوباره به خونت بیاد. اما اگه بی‌اعتنا باشی کم کم از تو دور میشه. دنیا هم همینطوره. وقتی بابت چیزایی که داری قدردان باشی، اتفاقای خوب بیشتری رو به سمت خودت جذب میکنی. حالا که فهمیدیم شکرگزاری یه نیروی قویه، باید یاد بگیریم چطور ازش استفاده کنیم. راندا برن یه تمرین ساده ولی تاثیرگذار پیشنهاد میکنه. هر روز 10 مورد که بابتشون قدردان هستی بنویس و با تمام وجود حس کن. مثلا قدردانم که سالمم، قدردانم که سقفی بالای سرم دارم، قدردانم که آدمای اطرافم هستن که دوستم دارن. نوشتن این لیست باعث میشه ذهنت کم کم به جای کمبودها روی داشته‌ها تمرکز کنه و همین تغییر دیدگاه قدم اول برای تغییر زندگیه. امروز همین حالا شروع کن. یه دفترچه بردار و 10 تا دلیل برای قدردانی بنویس. شاید اولش حس خاصی بهت نده، ولی بعد از چند روز میبینی که حال و هوا چقدر بهتر شده. یادت نره هر روز که شکرگزاری کنی یک قدم به سمت زندگی که آرزوش رو داری نزدیکتر میشی. پس همراه من باش و منتظر قسمت‌های بعدی بمون، چون تازه اول راهیم.